در شهر اومده بود مثلا گزارش بگیره. آقا امیر عباس هم احتمالاً این ویدیو رو داره میبینه. آره داری میبینی. امیر عباس یه بار سر ظهر جمعه بود دیدیم یکی یا یه سی جی من نمیدونم از کجا پیدا کرده بود، بچه هم بود یواشکی باباش. خلاصه دیدیم یه موتور هی از ته کوچه میاد سر کوچه دوباره دور میزنه برمیگرده هی هم تیک آف میکشه. یه بارم مامان من اومد گفت امیر عباس بسته دیگه جمعه روز مثلا ظهر برو بگی خونتون بخوابین. آقا این ول نکرد. همینجوری داشتم اینا فکر کنم رفتن تو کوچه من تو اتاق بودم. همین جوری که صدای این موتور می اومد یهو یه صدای مثلا ساختمون منفجر بشه همه چی بریزه پایین. دیدم کف کوچه‌مون قنات بوده، اینم هی با این موتور تچرخ میزده زمین ریخته بود، موتور افتاده بود این موتور رو بلند کرد، موتور رو بلند کرده کوبیده یا کوبیده بود رفته بود تو اینم زمین. وایساده بود میخندید. آقا نشسته بودیم لب اون قناته داشتیم تخمه میخوردیم. در شهر اومده بود مثلا گزارش بگیره با این آهنگه ما نشسته بودیم تخمه میخوردیم. اینا رو تو قناته نشسته بودن تخمه میخورد.